بخیر. مشهد 5:30 صبح راهی هرات هستم. این دفعه با تاکسی بین المللی که شرکت های ایرانی افغانی ما بین مشهد هرات رفت آمد میکنن. مسافرت خیلی جالبیه برای دوستایی که تجربه کردن، خاطرات زنده میکنه و دوستایی هم که هنوز سفر نکردن خب تجربه پیش خواهد بود. امروز با 3 دوستان، 3 برادران که در تهران درس میخونن، دانشجوان و این مترجم ما خیلی امروز شانس داشتم یک مترجم خیلی خوب و خوش اخلاق گیر ما افتاد، خیلی کم پیدا میشه. فیلم برداری میکنیم این راه به امیدی که از طرف دولت ایران، دوستای ایرانی، همسایه ما مشکل نباشه که چند کیلومتر داخل ایران فیلم برداری میکنیم. بعد از این دوستان ما که امروز هم سفر منن، بعد از تیر شدن مرز دوغارون صحبتی داریم با آقای راننده و 3 دوست دانشجو ما که تهران زندگی میکنن. هم داخل شهر مشهد، خود شما چند کیلومتر داخل شهر میبینیم و بعد طرف غرب حرکت میکنیم، طرف دوغارون، مرز ایران و افغانستان. تقریبا 485 کیلومتر راه، 5.5 ساعت. امروز مرزم شلوغه، سعی میکنیم یکم زودتر بریم و که زودترم به مقصد خوب برسیم. قرار ظهر ساعت 12 به هرات باشیم. خب کمتر صحبت میکنم، میریم خود شما راه میبینیم، موسیقی گوش میکنیم و جایی هم که توضیحات لازم باشه در خدمت شما هستیم. ثروت که با عشق بنده پوتین خورشت میکنه به آسمون، از عمق دل نگاه یفت دوره به حقیقت پنهان خود ایمان سخت، پرم از شکایت و انفجار و کشتار جمع. مثل محیط ایتون دارم آرزوی دریا، حس و مثل گونگی که داره آرزوی فریاد. اسیر ترس و وحشت و مجرم به حرف، به مثل آخرین کبریت شده مبارزی در بام. حق طلب ارتش بگو از سرود صلح، از رنگ پرچمی که شد سیاه سبز سفید و سرخ. پر از تکرار آبادی به دست صبر و آرامش، پر از صدای آزادی که پاره کرده گوش تو. بگو از اشک مادری که داده خون به راه حق، بگو ز دست یاوری که بسته شد به دست شر، بگو ز سرعت زمان که هیچ و پوچ و خسته رفت، بگو ز فتنه فلک که پیله کرد به رنگ شب. میشه نشنید و خندید، میشه گوش کرد و باور، حرف از دنیای تبدیل اسیر لحظه آخر. یک کهنه‌ای مونده از این تکرار بیرحمی، تو هم قانون این شهر به مثل من نمیفهمی. بخیر پرواز آغاز کن به سوی شهر آرامش، بیا و هم پر همشیم تا این روزهای ناامن. بیا جنگجوی بازمانده، فشار دست تو دارم به کار تا مشت محکم شم تا این بازار بی‌عدلی. اینجی حق کشی مده بوده یک قانون بیار، مثل رفاقت کبریت با خیانت سیگار، یا شکایت زبان از اسارت مغزی، پر از سرایت ویروس از محبت بیمار. همیشه مست از قدرت و کشتن در قل و زنجیر، همه مردن از او اول و تو دنبال یک تبعیض. ببین چی مونده از تاریخ تایی دنیای سرچپه، پر از جنگ و پر بارود، پر از لبهای بیگر. بکش دست رفاقت خرز چنگال تفنگ لش، تفنگ دست تو یعنی زبان آهن و آتش. گرفتم در همه احوال حق گویی و حق با توست، ولی حق به زور این زبان نفهم نباید کرد. صدای پای پوتین اونا که بودن و رفتن هنوز در گوش ما هست و اگرچه زیر خواب رفتن. بیا تا جون به تن داریم بمونده خون برگ باقی، بیا دنیا رو دگرگون کن نترس از نسل. خب دوستان، یک نیم ساعت 40 دقیقه از راه گذراندیم و آیسته داریم به سنگ سفید نزدیک میشیم. سنگ سفید یک شهرک یا روستای به راه مرز که یک زندان مشهوری داره که متاسفانه خیلی از هموطنان ما تجربه بودن اونجا داشتن و داستان‌هایی هست که میشه راجع به کتاب ها نوشت. خدا هیچ کس رو به اونجا نبره، کلن به هیچ زندانی. سنگ سفید پشت سر گذاشتیم، از فریمون، تربت جام، طیبات و دوغارون شهرهای ایرانه که میگذاریم و بعد از هم به خاک افغانستان، اسلام قلعه و هرات. امیدوارم که خسته کن نباشه. میریم با آهنگی از حمید صفا تا یک آیسته برسیم به دوغارون، به مرز ایران و افغانستان.
Magic is in the house. بعد از یک استراحت کوتاه و پر کردن تانکی تاکسی راه میفتیم. قرار بود دست جمعی به فریمون صبحانه بخوریم. یک صبحانه خیلی محلی خوبی داره، 3 تا تخم مرغ و یک چای سیقن پهلو به گفته ایرانی‌ها. این وقت صبح خیلی میچسبه. دوستان تصمیم گرفتن که ساندویچ بخورن واسه که وقت ما کمه. امروز مرز شلوغه و قرار زودتر به مرز برسیم. برمیگردم صدایم را بردارم، برمیگردم دستهایم را بردارم، برمیگردم 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 بگذاری برگردم برمیگردم خواهرم را ببویم، برمیگردم حیوانم را بشویم، برمیگردم 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 بگذاری برگردم. چمدانم پر از شمع روشن، اخ و برگ سوخته گذرنامه من، لب آستین من خیس از بغض رامسر، تخت کفش من پر از گلهای پرپر، برمیگردم 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 بگذاری. خب دوستان رفتن ساندویچ بگیرن، زیاد طول نمیکشه و دوباره راه میفته که آقای راننده هم مشغول کارهای دفتری هستن. نوشابه و ساندویچ هم که بر راه جای دوستای خیلی جای بینندگان. مقصد بعدی ما هست تربت جام. آقا مستقیم داری میری، بیا بالا بریم. چی میگی؟ خورد نداری؟ بیا حالا بریم. یه کاریش میکنیم، خدا بزرگ را دراز. بشین و گوش بده اول ماجرا. اوف در آروم ببن فدای دست و پنجت، هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرج. منو اینطوری نبین، خنده رو بودم، پولامو گره نمیزدم به بند تومونم، ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم. شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردم، روز و سر و کله میزنم با همه جور
آدم شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم. وای خدا میدونه که چه قشقرقی به پاس با زن و شبی که قرار عشق بمیره بازاره. زنم من با من یه مدت غریبه، دست رو هرچی میذاره نداره قدرت خریده. ای بسوزه پدر نداری بدبختی، سر تو درد نیارم کم نداری بدبختی. بذار ببینم این بنده خدا کجا میره، وسیله داره ببخش اگه واسه تو جاگیره. بیا بالا دیگه چی رو برانداز میکنی، با ناز و استخاره داری درم باز میکنی. خب ماشینم داغونه جای زیاد غر زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام بر زدن. من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین. الان که ماشینا از آدم ها ماشالله بیشتره، تا دهن به دهن نشی با 4 تا بیش شرف روز شب نمیشه. اینا حقیقت میگم، گاهی 2 تا دونه مسافرم غنیمت بیرحم. آخه منو ببین واسه اون سلیقت میرم، ترافیک جدیداشم از این سریع‌تر نمیره. خب چی کار کنم من با این پیکان پیزوری، این نباشه با چی برم به پیکار بی پولی. با خودت میگی ببرم اسخاتش کنم، 2 ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم. الان دونه نوشو میگیرم با حس ناامیدی، ولی به هم بگو ببینم قسطشو تو میدی. فکر کردی زن و بچه ما علف میخورن، واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم. تویی که میبینم کلی سر و وضعت میارزه، ولی میخوای کرایه بدی دستت میلرزه. با این 50 تومن 100 تومن خونه میخری، یا آدمسم نمیشه چرا چونه میزنی. من خودمو بکشم روزی 20 تومن کار کنم، با اونم هزینه های تو لیستو پرداخت کنم. من بیره نبودم بیره شدم، جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم. من فراموشم شده دیگه رسم کار و وجدان، تا روز بدتری بشین و لحظه ها رو بشمار. تو کشوری که پر شد از تعصبات و اجبار، نباید که حرف زد نه بحث و بات و کشدار. تو همش داری بحثو به سیاست میکشی، فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی. نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر، ولی ظرفیتی داره خب اصاب برادر. من هیچی نمیگم میذاری هی سر به سرم، فکر کردی منم مثل تو پیک درد سرم. تو این شرایط که داره میره کشور به درک، هزینه هایی که میذاره هی سر به فلک. منم که داره کم میشه عشقم بزنم، انتظار داری واسه تو بشکم بزنم. همینه که هست ندارم اعصاب پدرم، دلم کنی میخوام چند تا خشتک بدرم. تو فکر نکن که مشکلات مال توه، فقط واسه دخترم پول ندارم یه مانتو بخرم. تو منه تو نیدینی تبار غصه دارم، من بیده دارم حتی از تو تره. یارو داره جنسو میفروشه دلا پهنا، ما بقیه پول تو ندیم میشیم کلا بردار. یعنی درسته اینطوری با ما تا کنید، یه کمین چشماتونو آخه بابا وا کنید. من راننده بودم حالا خواننده شدم، تو این شهر زیاد دیدم به مانند خودم. آره خودم این خودم که من از خودم بی خودم، من عقده هامو میریزم تو خودم میخورم. کدوم شما یه شهر به جای ماها بود تو صف گاز و منتظر با چشای خوابالو، شبی که زورت میاد بری تا دست به آبم. من تو راه پمپ گاز هنوزم مست خوابم، اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره. این بیخوابی آخرش به ما صدمه میزنه، آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیر برق، نفوس بد میزنی چراغ تیر برق. تو نباشی خرج زن و بچه چی میشه؟ هیچی، صدای گرگشون تو خلوت میپیچه. تو یه کفتری که زمونه برید بالهاش، ولی بمون به آینده ها امیدوار باش. تو زندگیمون قدر دست انداز هست که نشد از چاله های خیابونا هم بگم. خب دوستان به طیبات رسیدیم، چیزی دیگه به مرز نمونده. بعد از طیبات 2 قارونه و راننده‌های تاکسی که به طرف هرات میرن هیچ وقت با تانکی خالی نمیرن. اولا بنزین دیزل به هرات گرونتره و دوما چند لیتر بنزین خودت میبرن که به هرات به بنزین فروش ها میفروشن. 4 قرار اضافی میمونه. کار سختیه، رانندگی راه کار مشکلیه. صبح میرن شم میاین، روزانه 1000 کیلومتر راهن و واقعا نفر 65,000 تومان، 4 تا 65,000 تومانی رفت و 4 تا 65,000 تومانی برگشت، چیزی نمیمونه. خب یک استراحت کوتاهی هم کردیم، دوری هم خودش ما به پمپ بنزین ایرانی زدیم. تا مرز چیزی کمتر از 25 کیلومتره. هوا به شدت گرم شده، ساعت 10 صبح
تقریبا 40 درجه گرمای بیرونه. خوبه که حداقل داخل تاکسی کلیمانلاگه ایرکندیشن هست و همونطور گفتم یک راننده خیلی خوش اخلاق و با صفای گیر ما افتاده، خوش زبان و همیشه یک لبخندی هم داره برای مسافرها. خودش ما میریم راه میفتکیم طرف مرز دوغارون و اونجا که صحبت میکنیم. عشق است، باز این ترانه ها را عشق است، رخش سرخ باد ها را عشق است. عشق درگیر غروب درد است، باز هم طلوع ما را عشق است. آی از خانه زخم و گریه، غربت بغض گشارا عشق است. آی از آب و هوای بی عشق، بادبان ناخدا را عشق است. اهل بیمرزترین دریا باش، آی اهل همه جا را عشق است. از غزل باختگان می ترسم، شعرهای بی هوا را عشق است. ای قشنگ سازها آوازها، روزهای بی عزا را عشق است. خب دوستان، رسیدیم به گمرک دوغارون، به مرز دوغارون. چیزی دیگه نمونده، 1 کیلومتر دیگه تا گمرک ایران داریم. خروجی ایران میخوره، بعد از دخولی افغانستان میخوره گمرک افغانستان و به طرف ایران هم تاکسی بازرسی میشه. 1 ساعتی 1.5 ساعتی کار داره. همیشه بیشتر وقتا دخولی خروجی ایران بیشتر وقت به کار داره تا افغانستان. افغانستان از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر همیشه باز بوده، هیچ وقت معطلی من نداشتم. ولی طرف ایران بعضی وقتا اگه که مشکل سیستم باشه 2 ساعت 6 و واقعا شلوغه، جا کمه و شلوغه. خب خوش آمدید به افغانستان، خوش آمدید به کشور خود. برای دلبری
صبوری را صبوری میشناسد ای برگی لاله ای برگی لاله آدم از دستی کی باید بناله شما نمبره جان گوشی را اگر بتیم گوشی یک زنگ بزنم برای چون شارژ نداره بگه شماره خوب بگه شماره یک لحظه بس این شماره هست بله سرما فکر کردم موترم 3 سکور برمی خورشیشی مستر شکست از این چیزا خیلی دیدیم بله هر دیوشم بیا خدا بگه شماره کن 0797 گرفتی؟ یک لحظه 0797 20 24 بعد ثانیه این رو دم میاره بگیر بل بودم خاموشه برو شو خاموش هست؟ آره بگی دیگه شو با بگه دیگه شو 0743 0794 364 365 دوست دانشجو ما مشغول تلفن صحبت کردنن دنبال بلیت طیاره میگردن برای امروز از هرات به کابل که متاسفانه گیر نمیارن تلفن اینا صحبت شد خود اینا کمک اختلاط میکنیم و ببینیم که چی گفتنی دارن آقا کامپیز نماشگیر بگم نه باید تانگر سری در جمع باید هم رکسان باشه از فرات تا به فرارود خراسان من است تکه های تن سفاره ایران من است از فرات تا به فرارود خراسان من است تکه های تن سفاره ایران من است ز شبستان وطن بوی سحر می آید قصه غصه دیرینه به سر می آید باغ را رونق پیرار به بر می آید خبر از آمدن گل به گلستان من است گلستان من است
دفعه باور کردی باید سلسله با خاک برابر کردی. یار برخیز که هنگام بهاران من است، از فرات تا به فرارو خراسان من است. باز باشد که سمرقند سمرقند هم خواب زخاک به دربند دماوند هم مام آمو گوهر سینه به الوند هم رخش می آید و آن رستم دستان من است، از فرات تا به فرارو خراسان من است. اینجا تکی جای دفتر بگیرن مزار ندارن؟ نه جان چی میگی؟ امور چک بوک از خیرت خو باز نمیفهم دو روز بخاطر این کنسل کردم، بعد قرار بود سوا کنسلش شروع شود که امروز کنسلش شد. امروز هم آخرین پرواز 12:30 بجه است دیگه، هیچ پرواز نداره تا 2 روز دیگه. نه چی فایده شده؟ من خب میگم این برنامه‌ریزی ها رو شما باید از قبل بگیرید. خب برای 12:30 نمیرسه. چی میگن؟ هیچ تیکیدش نیست. برام خدا و عرض سلام قسمت الله عتیش هستم، دیگه شهروند افغانستان و افتخار میکنم که الحمدلله فعلا در خاک افغانستان هستم. دیگه محصل هستم در تهران در بخش روابط بین الملل، مقطع دکترا درس میخوانم و به خاطر از اینکه عید یکی از اساسات دین ما و شما است، به خاطر اینکه یک مقدار باید خوشی و خوشبختی رو باید در کنار خانواده باید بگذارانیم، به خاطر تصمیم گرفتیم بخیر که داخل افغانستان بیاییم بخیر 3-4 روزی که عید هست در کنار خانواده با دوستا با رفیقا با قومها دیگه دید و بازدید داشته باشیم. یک مدت زمانی هستیم انشالله در افغانستان، بعد دوباره چون برنامه تحصیل ما تمام نشد دوباره برمیگردیم به ایران انشالله. چی تحصیل میکنیم؟ روابط بین الملل، مقطع روابط بین الملل در بخش دکترا. از طرف خود افغانستان رفتین؟ نه ما بورسیه از طرف افغانستان، یک هماهنگی بین افغانستان و کشور ایران هستش. سالانه یک تعدادی از محصلین به شکل بورسیه قبول میکنیم، بعد ما یک امتحان میگیرن، بعد از امتحان باز دوباره ما را میپذیرن. 1 سال گذشته دیگه 3 سال دیگه انشالله هستن. تهران هستن؟ بله. سلامت باشید. همراهی ما همچنان خیلی واقعا خوشحال هستم. خوشحالی بالا خوشحالی به اصطلاح ما افغانان. هم روز عید هم دیدار با شما و دیگه امید از این است که بخیر برسیم وقتر به پیش خانواده و اعضای فامیل برسیم بخیر. یک عید خوب و خوشی داشته باشیم. شما هرات میرین؟ انشالله هرات میریم، بعد از هرات برنامه داریم بخیر کابل پرواز بکنیم، بعد از کابل دیگه باز طرف مزار شریف، چون خودم از مزار شریف ولایت بلخ هستم، ولسوالی مارمال. که تیکت پیدا نمیشه. نه دیگه بگو پروا نداره، چیزی که دلت است بگو. حال جگر خون است بالا مادم چی کنم دیگه؟ نه انشالله حل میشه، مشکل نداره. سلامت باشین. چند روز آمدین افغانستان؟ ما خود در مجموع 3 ماه برای ما خروجی میدن، بعد ببینیم چقدر میباشیم به اینجا، به نظر به وقت میبینیم. اگر وقت بیشتر داشتیم خب بیشتر میباشیم، اگر نداشتیم دوباره برمیگردیم. یک پرواز
پرواز امروز بوده است ساعت 12:30 شاید میرسیم دیگه. اما خاطر تا اونجا برسیم تیکت بگیر اگر هم بشه تا تمام شود شما یک هماهنگی می‌نویسین که دوستایی که اونجا هستن اگر رزرو چیزی امکان داشته باشه اونجا برسیم. ما از مرز رد شدیم. یک سال دیگه برسیم. مجید برهانی دانشجو در شهر تهران اصالتاً باشنده کابل هستیم، اونجا درس میخونیم فعلا و الان هم که در مسیر هرات هستیم، از مرز ایران افغانستان عبور کردیم میریم به سمت هرات. ترم تحصیلی ما تمام شد و امروز که مصادف با عید هست در کنار جمع از دوستا انشالله میخوایم که روز عید را در کنار فامیل برسیم. ولی یک طرف مشکلات هم پیش آمده دیگر. امروز پرواز شاید ما رسیدگی نتونیم، ساعت 12:30 به وقت هرات پرواز داره انجام میشه، در حالی که الان هم نزدیک 12 هست. شاید ما به پرواز هم رسیدگی نتونیم. دعا میکنیم انشالله که پرواز را از دست ندیم. حل پیدا شد. خیلی جای خوشحالی و خوشبختی است که امروز با دوست ما آقای کامبیز آشنا شدیم، سندسازی که خوشحالی داره. شما چه رشته درس میخونید؟ ما رشته علوم سیاسی درس میخونیم، یعنی در مقطع ماستری و در کنار دوست ما در دانشگاه خوارزمی تهران. بله. اونجا ما 2 ترم درس خوندیم. تعطیلات تابستانی 3 ماه اونجا تعطیل هست. ما تعطیلات میخوایم که در افغانستان کنار خانواده اینا باشیم. ان شاء الله بعد از 3 ماه تعطیلی دوباره برمیگردیم ادامه تحصیل. حالا بزید حال خوردیم بخیر. چی دیگه میگم؟ بعد عید میمون ما ایرتیه شیم. قربانتون سلامت باشین ان شاء الله میشیم چون همه رفتن ان شاء الله عید برای همه خوش باشه. اگرچه این روزها خبرهای خوش از افغانستان آدم نمیشنوه، ولی دعا میکنیم که روزای عید حداقل مردم ما از رنج غم و درد و انفجار اینا یک مقدار دورتر باشه و روزای عید را به خوبی و خوشی سپری بکنن. و این آرزوی تک تکی ما افغان هست. سلامت باشید. چند روز روزه گرفتید؟ ما به توفیق خدا همه روز تا دیروز را که 29 بود و ما در سفر هم بودیم، نصف روز را سفر بودیم ولی روزه بودیم. خودم آمدین خودم هم برمیگردیم. بله. مرز پرواز مشهد کابل لغو شده بود. اول برنامه این بود که ما از مشهد کابل بریم مستقیم از طریق طیاره و هواپیما، ولی دیروز پرواز شنبه لغو شد. ما مجبور شدیم که بیاییم از مسیر زمینی به هرات و هرات به کابل. متاسفانه باز هم پرواز هرات را در مسیر حتما از تهران به مشهد هم اتوبوس آمدیم. بله از مسیر تهران مشهد هم اتوبوس آمدیم و ما تقریبا یک شبانه روز است که در مسیر هستیم. آره دیروز 2 بجه حرکت کردیم دیگه، الان چیزی کم 2 بجه هست. 24 ساعت به ماشین. چی کاره هست، از کجا چی میکنن، از کجا درس خوندن. خب امروز زحمت ما با رفتن مشهد هرات گردن آقای راننده خودتون معرفی میکنم. من رمضان قاسمی هستم، باشنده هراتم، راننده موتور بین المللی هرات مشهد بین ایران و افغانستان. مسیر هرات مشهد به طول مدت 8 سال این مسیر ما بریم و بیاییم دیگه. وقت کاری ما همه صبح حرکت میکنیم از سمت هرات به مشهد و بالعکس. از مشهد ساعت 3 بجه شب حرکت میکنیم الی 4 بجه، ساعت 1:30 11 به هرات بخواست خدا. بعد ساعت 2 بجه یا 1 بجه 1:30 بجه الی 2 بجه پس حرکت میکنیم سمت مشهد. مسافر میبریم و میاریم. شکر خدا کارا خوبه. چند کیلومترایی از مشهد تا هرات؟ 127 کیلومتر از هرات تا دوغارونه، 245 کیلومتر تا مشهده. فاصله به چند ساعت میره؟ 2 ساعت و 45 دقیقه 50 دقیقه مسیر دوغارون مشهده، 1 ساعت و 10 دقیقه مسیر هرات مشهده.
وقت به سر مرز ایران افغانستان؟ مرز ایران دیگه به مدت خیلی دوام نداره. بعضا موقع که اصلا راه منطقه خرابه، سیستما خرابه، سیستما ایران قطعه 2 ساعت 3 ساعت الی 4 ساعت مسافرین هموش معطل میشن که به خاطر یک مور زدنه که میگن سیستما قطعه. دیگه داخل گمرک افغانستان شکر خدا مشکلی نداریم که بگن سیستم قطعه یا فلان. فقط ایران خیلی اذیت میشیم که گاهی وقت سیستما که قطع میشه مسافرین معطل میشن رو جگه تا مورم نخورم نمیتونم برم بگو طرف. دیگه همین مشکلات هست به اونجا. داخل گمرک افغانستان مشکلات شکر خدا نداره. هفته چند روز همین راه میرید؟ ما هفته که 7 روز بیشتر وقتا این مسیر راهیم ما استاد نمیشه. شکر خدا مسافر خورداره. خیلی که روزا بیشتر وقتا که بشه که روزا جمل نمیاییم به ایراد میستکیم زنه بچه رو میبوریم. نداره پیسکول نمیشه. چند تا موتر داره؟ سابق شماره سلام که بدگاه برده؟ من یک موتر دارم. کلا چند تا موتر خراب کردن میرم؟ خدا حقیقت رسید من 3 موتر بوده تالی به دست نمید. موتر از خود من نبوده، موتر اول و دیوم موتر از خود من نبوده. من راننده بودم دیگه خواست خداش بود دیگه همین موتر بشده از خود ما فعلا دائم مسیر کار میکنه. بیننده ها بگیم از ایران خاطره که خاطره خوش مایی و خاطره تلخ مایی. یک خاطره خوش بگیم یک خاطره تلخ. خاطره تلخ ما همینه که تقریبا 6 ماه پیش تقریبا هولوش 6 ماه پیش از مسیر ایراد حرکت کردیم سمت مشهد به نزدیک هتل سفید رد کردیم. از این منطقه کوها دیدیم یک موتر داره میره سمت همین سرک گفته. 4 تا مسافر داشتم. مسافران ما از کابل بودم شناس بودم دیگه. بیامد این موتر برد ما آمده که مال بگیره نتونست بگیره. حتی فیل هم بکرده 200 تک کرد. بیامد که بگیره نتونست. خواست خدا نبود که بگیره مال دیگه. تلختنیم من جایی که برای ما اثر کرد برفتیم به پستی امنیتی صد شدن که گفتیم که همین موتر برد ما افتاده به بیاز خدا همین بگیریم چی رویو. این موتر ایله کرد برد مار نگاه دیشته که شما شایعه مندازه دیگه. و خوب بوده این مسافر رو باز بنده خدا شاهد بودم. حرف همین کار که اینا برای اینا بگفتم اینا دیگه باز زیر تاثیر رفتن که شما دست داریم، شما باید دوزا دست داریم. اگه دوز دست نمیدیشتی شما جلوی چرخ میداده. قضیه اینا خیلی کلون شده بود دیگه. خود اینا بیتر شاید بفهمن که چه کار بشد چه کار نشد دیگه. برفتن خواست خدا بود برفتن رو به طرف مشهد رفته به سلامت اینا رو برسانده بوید خدا. خاطر شیرین ما یک روزی میرفتیم رو به سمت مشهد. از مشهد میامدن رو به هرات. یک خانواده بودن تا افغانستان نیامده بودن، بزرگ شده ایران بودن. به نقطه صفر افغانستان که برسیدیم برفتیم مورا افغانستان رو که بزنیم. مور زدن سوار ماشین شدیم که از اسلام قلعه حرکت کنیم. این بچه ها خورد از دیدی تا بچه خوردش کن بابا گوچه گو برگردیم بره. چه هیچی ما دست ندارم اینجا بلیاز خدا بیا بره با ماما خو یک سره میزد پشت سر ماما خو میزد من پشتی که برگردیم. بالاخره اینا برفتن میراد. بعد از 15 روز که استاد شدم 15 روز بعد حرکت کردن که بیایم با بسر رامی بچه ها گفتن چکار شده که ایراد خوب جایی بود. گریه میکرد که من نمیرم رو به طرف ایران بر نگاه داریم با ایراد باشم. از بس که ایراد برای خوشایند و خیلی خوش گذشته بودن دیگه. فضل خدا اگه امنیتی باشه اگه آرومی باشه پس برادرام و مملکت ما آباد باشه اونا بیایم بخیر رو به کشور امنیت برقرار باشه کشور ما رو به بدی باشه خیلی خوبه. آدم که بعد نجاست اینجا باش شکیون به میزد اینجا مسلک چیزده ما داده 35 کیلومتر ایراده. این گاز بیشتر آده برو نگاه بکنن یکم
خاک به باله بومه نمیذارم و دست برنه دیگه عمالی رو چاره سلامتی خود تو نه که گب نزدی برای ما میگی گب سنه تو گب نزدی نه باید تو هم گب سری در جمع باید همه اکسان باشه حالا زفت بخیره آقام بیش فعلا که چیزه خاموشه؟ فعلا خاموشه بله خود تو بمونی فعلا گب سری چرا؟ بله چی بود سنو؟ SMS کو هرچی بری من نمیخوام صدا داد میده بیام چی؟ پیام رای کن بیایی بیامده به خیالم یک چیزی هست سعی کنم بخوام دیوانه رای کشورم آزاد باشه دلم مایه که کشورم آباد باشه دلم مایه که کشورم آزاد باشه دلم مایه که کشورم آباد باشه ای خدا جان خیلی آرزو دارم زندگیم از امنیت پر باشه کشورم از زیبه ایوارنگی باشه شعار هر مرد و زن می باشه شهر ظلم من نداره ظلم و ستم پای داره سر بی گناه به پا داره هیچ کس به ما رحم نداره چرا ظلم من نداره ظلم و ستم پای داره سر بی گناه به پا داره هیچ کس به ما رحم نداره هیچ کس به ما رحم نداره کشورم آزاد باشه دلم مایه که کشورم آباد باشه دلم مایه که کشورم آزاد باشه دلم مایه که کشورم آباد باشه ای خدا جان خیلی آرزو
زندگیم از امنیت پر باشه، کشورم از زیبایی رنگی باشه، شعار هر مرد و زن بی باشه، شهر ظلم من نداره، ظلم و ستم پای داره، سر بی گناه به پا داره، هیچ کس به ما رحم نداره، چهر ظلم من نداره، ظلم و ستم پای داره، سر بی گناه به پا داره، هیچ کس به ما رحم نداره، هیچ کس به ما دریا خراسان صدف حریبا چو گوهر درو هراتم هرات خراسان صدف حریبا چو گوهر درو هراتم شهر جامی که جان کلامی عشقت ندارد تمامی، توی شهر جامی که جان کلامی عشقت ندارد تمامی، هراتم سرافراز و مانا بمانی که روحی که جانی که جانه جهان جهان جهانی هراتم هراتم
خب دوستان، تشکر که تا حالی با ما هستین. ساعت 11:23 به هرات رسیدیم. به اتفاق دوستان هوا به شدت گرمه. تشکر از آقای راننده که واقعا زحمت کشیدن. فلاکس و چای و خنده و جوک و همه چیز امروز فراهم بود. دوستایی هم که اهل مزارن کل صدمر تیر کردن، تشکر فراوان. امیدوارم که بتونم یک روزی اونا رو دوباره یک گوشی کنار دنیا جامعه ببینم. خب من مؤسسه خداحافظی میکنم. امیدی که صد شما تیر شده باشه و حداقل تجربه اولیه برای از راه اگه یک روزی راه شما به ور افتاد داشته باشید. موفق باشین.